مدیتیشن در واقع به تو کمک میکنه که تو کارهایی که تو حالت عادی میکنی که حواس خودتو پرت کنی که با خودت روبرو نشی. مثلا میری تو اکسپلور میچرخی، مثلا غذا میخوری، هی دیدی میری پرخوری میکنی، مشروب میخوری، سیگار میکشی، چه میدونم با این و اون هی هنگ اوت میکنی، تنها نیستی، همش میخوای یه کاری بکنی بری دور بزنی، کارهای مختلف، چیزی که در واقع بزرگان دارن میدن دست ما که دقیقاً همین مدیتیشن رو نکنیم. چون مدیتیشن باعث آگاهی میشه، مدیتیشن باعث میشه تو نترسی، دلت جنگ نخواد، خیلی مشکلات درونی خودت رو حل کنی، حالا از جمله حسادت، بپذیری اصلا ساید سیاه خودت رو بپذیری. آقا من دارم این دارک ساید رو دارم. وقتی مدیتیشن میکنی همه اینا رو میذاری کنار، آقا گوشی اونور، فلان آدم اونور، نمیدونم غذا اونور، نیم ساعت میخوام بشینم سکوت، به سکوت گوش بدم. یه چیزیه که خیلی اذیتت میکنه، چون وقتی میخوای بشینی به سکوت گوش بدی این ذهنه شروع میکنه به حرف زدن، هی حواست هست مثلا ذهنت شروع میکنه فردا باید فلان کارو کنی، ماه دیگه اجاره خونه داری، 3 ماه دیگه مثلا فلان کارو